ما تا اینجا یاد گرفتیم که چطور میتونیم مساحت یک صفحه گالوانیزه رو حساب کنیم، چطور میتونیم حجم یک مخروط ناقص رو به دست بیاریم یا حجم یک کوزه رو به دست بیاریم. حجم داخلی یک کوزه رو چجوری میتونیم به دست بیاریم؟ یک المان مثل یک مکعب در نظر میگرفتم، تو این کوزه مینداختم این مکعب رو و بعد چیکارش میکردم بچه‌ها؟ این مکعب کوچیکه رو یک پارچه سازیش میکردم، بزرگ و بزرگ و بزرگترش میکردم. وقتی میخواد بزرگ بشه این مکعب، هم طولش بزرگ میشه، هم عرضش هم ارتفاعش باید بزرگ و بزرگ بشه تا تمام این حجم کوزه رو بپوشونه. پس تابعی میشه از 3 تا متغیر و انتگرال هم میشه 3 گانه. ولی برای سطح مساحت همیشه میشه طول ضرب در عرض تابع 2 تا متغیره، طول و عرض. فقط طول و عرض باید زیاد بشن. خب ما تا اینجا گفتیم چجوری مساحت یک صفحه گالوانیزه رو به دست بیاریم، حجم یک کوزه رو چجوری به دست بیاریم، حجم یک مخروط ناقص رو چجوری به دست بیاریم. اما خب حالا سوالی که مطرح میشه، آقای وجدانی چجوری انتگرال بگیرم؟ روش انتگرال گیری های دوگانه رو بهم یاد بده. ما میخوایم الان راجع به روش انتگرال گیری های دوگانه با هم بحث کنیم. ببینید بچه‌ها، برای اینکه در حل انتگرال های دوگانه با هیچ مشکلی مواجه نشید، به محض برخورد با انتگرال دوگانه باید به سوالات زیر پاسخ بدید. الف، ناحیه منظم و ناحیه نامنظم کدومه؟ ب، انتگرال گیری نسبت به کدام متغیر راحت تره؟ پس همیشه هر وقت علامت انتگرال دوگانه رو جای دیدی، هر وقت گوش کن، علامت انتگرال دوگانه رو یه جا دیدی، باید 2 تا سوال رو از خودت بپرسی. هر جا رو دیوار دیدی نوشته، رو پشت دوست دیدی 2 تا علامت انتگرال گذاشته، باید یه سوال سری بزنه تو مغزت. 1، ناحیه منظم و ناحیه نامنظم کدومه؟ 2، انتگرال گیری نسبت به کدام متغیر راحت تره؟ پس این 2 تا سوال رو باید همیشه به ذهنت بخوره. به محض اینکه چشمت به یه انتگرال دوگانه افتاد، این سوالات، این 2 تا سوال باید تو ذهنت بپیچه. خب حالا میگه یعنی چی؟ الان برات توضیح میدم. ناحیه منظم و ناحیه نامنظم کدومه؟ میخوام ناحیه منظم و ناحیه نامنظم رو تو هر شکل بهت معرفی کنم. برای آشنایی بچه‌ها با ناحیه منظم و نامنظم چند تا نمودار من کشیدم که باید خوب اینا رو یاد بگیریم. نمودار اول رو من براتون کشیدم. من یه مثلث رو براتون کشیدم. به من میگن آقا تحقیق کنید انتگرال این نمودار نسبت به کدام ناحیه منظم و نسبت به کدام ناحیه نامنظمه. ناحیه منظم و نامنظم رو تو این شکل برای من معرفی کن. روش کار چی هست؟ به محض اینکه به شما میخواید ناحیه منظم و یا ناحیه نامنظم رو بشناسی، بچه‌ها بیاین رأس‌های شکل رو مشخص کنید. پس من توی مثلث 3 تا رأس دارم، 1 2 3. اولین کاری که میکنم چیه؟ رأس‌هاشو مشخص میکنم. دقیقاً مثل کاری که اینجا کردم. ببینید با علامت قرمز، نقطه‌های قرمز نشون دادم. پس اولین کاری که میکنم برای شناسایی ناحیه منظم و نامنظم در یک نمودار، اولین کاری که انجام میدیم اینه که رأس‌های هر شکل رو مشخص میکنیم. خب بعد چه کار میکنیم؟ دومین کاری رو که باید انجام بدیم اینه که خطوطی رو به موازات محور ایکس ها به گونه‌ای رسم کنیم که از این رأس ها عبور کنه. گوش کن، دارم میگم از این رأس ها عبور کنه. پس الان من باید بیام خطوطی رو به موازات محور ایکس ها، این محور ایکس هاست، من میام یک سری خطوط به موازات محور ایکس ها طوری میکشم که از این رأس ها بگذره. از این وسط نمیخوام بگذره، فقط بعد از این رأس ها بگذره. خب من خطوطی رو به موازات محور ایکس ها رسم کردم که از این رأس ها عبور کرد. حالا چی میگم؟ سوال، آیا خطوطی را که من به موازات محور ایکس ها رسم کردم از داخل ناحیه زرد رنگ عبور کرد؟ میگیم خیر. این خطوطی که رسم کردم آیا از داخل این ناحیه زرد رنگ عبور کرد؟ نه، از داخل این اصلا رد نشد، عبور نکرد. خب چی میگم؟ لذا میگم انتگرال نسبت به متغیر ایکس منظمه. به محض اینکه خطوط رو رسم کردم و از این نقاط رد شد ولی از داخل ناحیه رد نشد، چون از داخل ناحیه زرد رنگ رد نشد، میگم آقا نسبت به متغیر x منظمه. پس انتگرال نسبت به متغیر x منظمه. چرا؟ چون خطوطی رو که رسم کردم و از این نقاط رد شد از داخل ناحیه زرد رنگ رد نشد. لذا میگم انتگرال من نسبت به ناحیه x منظمه. یاد گرفتی؟ پس از انتگرال نسبت به متغیر x منظمه. حالا دقیقاً همین کار رو برای محور ایگرک ها انجام میدم. نتیجه رو مشاهده میکنم. ببینید بچه ها، میام خطوطی رو به موازات محور ایگرک ها طوری رسم میکنم که از این نقاط بگذره. آیا خطوطی رو که من به موازات محور ایگرک ها رسم کردم از داخل ناحیه زرد رنگ رد شد؟ نه. پس من میگم آقا انتگرال من نسبت به متغیر ایگرک هم منظمه. پس خطوطی رو به موازات ایگرک ها رسم کردم، دیدم از ناحیه زرد رنگ عبور نمیکنه. این خطوطی که به موازات محور ایگرک ها رسم شد
از این نقاط عبور کرد، از داخل این ناحیه رد نشد. پس من میگم انتگرال من نسبت به متغیر ایگرگ هم منظمه. یاد گرفتی آقا؟ بسیار. شکل بعدی، نمودار دوم میگه تحقیق کنید انتگرال این نمودار نسبت به کدام ناحیه منظم و نسبت به کدام ناحیه نامنظمه. این نمودار داده. چه کار میکردیم بچه ها اولش؟ اگه گفتی باریکلا رأس ها رو مشخص میکردیم. گام اول بود که این 4 تا رأس رو باید دقیقاً مشخص کنیم. بعدش چه کار میکردیم؟ خطوطی رو به موازات محور ایکس ها طوری رسم میکردم که از این رأس ها رد بشه. ببینید بچه من الان خطوط رو رسم کردم که از این رأس رد شد، اینم از این رأس رد شد، این از این رأس رد شد، اینم از این رأس. حالا سوال، آیا خطوطی رو که من رسم کردم از داخل ناحیه زرد رنگ رد شد؟ بله. من خطوطی رو رسم کردم که از این رأس ها گذشت و دیدم 2 تا از این خطوط از داخل ناحیه زرد رنگ داره رد میشه. پس من میگم انتگرال این شکل نسبت به متغیر x منظم نیست. چرا؟ چون از داخل ناحیه رد شد. درست شد؟ خیلی خوب. حالا همین کارو میام دقیقاً برای محور ایگرگ ها میکنم. یعنی رأس ها رو مشخص کردم، خطوطی رو به موازات محور ایکس ها طوری رسم میکنم که از این رأس ها رد شه. آیا خطوطی رو که من رسم کردم از داخل ناحیه زرد رنگ رد شد؟ نه. پس من میگم انتگرال من نسبت به محور ایگرگ ها منظمه. نتیجه پس این شد که انتگرال این نمودار نسبت به متغیر ایگرگ منظمه. سخت بود؟ نه. یاد گرفتی دیگه. نمودار بعدی میگه تحقیق کنید انتگرال این نمودار نسبت به کدام متغیر منظم و نسبت به کدام متغیر نامنظمه. اول چیکار میکردیم؟ باریکلا. بعضیا میگن اول خطوط رو رسم. نه، اول رأس ها رو مشخص کن. رأس های این شکل رو مشخص کن. حالا خطوطی رو که داری رسم می‌کنی، مثلا خطوطی موازی محور ایکس باید خطوطی باشه که دقیقاً به موازات محور ایکس باشه. من نیومدم همه خطوط رو بکشم. این خط رو کشیدم، می‌بینم آقا از داخل این ناحیه زرد رنگ رد میشه. چون این خطی که به موازات محور ایکس ها بود از داخل ناحیه رد شد، میگم نسبت به محور ایکس منظم نیست. یه خط دیگه به موازات محور ایگرگ ها میتونم پیدا کنم که از این رأس رد بشه و از داخل ناحیه هم بگذره. پس بازم میگم نسبت به محور ایگرگ هم منظم نیست. سخته بچه‌ها این کار؟ نه. پس من میتونم همه خطا رو بکشم، ولی من الان برام مهمه که آیا خطایی که دارم میکشم از داخل ناحیه زرد رنگ میگذره یا نه. اگر این خط رو بکشم اینم از داخل ناحیه زرد رنگ میگذره، پس میگم دیگه منظم نیست. این خط رو بکشم اینم آره از داخل ناحیه زرد رنگ رد شد، پس اینم منظم نیست. پس من میگم انتگرال این نمودار نسبت به هیچ کدام از متغیرهای x و یا y منظم نیست. سخت بود؟ نه. الان دیگه شما یاد گرفتی که ناحیه منظم و ناحیه نامنظم رو تو هر شکلی تشخیص بدی. پس برای اینکه شناسایی کنی ناحیه منظم یا نامنظم رو، اولین کاری که میکنی چیه؟ باریکلا، رأس‌های اون شکل رو مشخص میکنیم، بعد خطوط رو میکشیم. شما الان دیگه ناحیه منظم و نامنظم رو یاد گرفتی. تو قسمت دوم سوال چی بود؟ گفتیم آقا انتگرال گیری نسبت به کدام ناحیه راحت تره برای ما. سوال دومی که برای انتگرال های دوگانه، گفتم انتگرال دوگانه هر وقت میبینی بعد یاد 2 تا سوال بیفتی. هر جا انتگرال دوگانه دیدی 2 تا سوال. ناحیه منظم و نامنظم کجاست؟ 2. انتگرال گیری نسبت به کدام ناحیه راحت تره. حالا قسمت ب رو میخوام سوال بدیم، جواب بدیم که انتگرال گیری رو نسبت به کدام متغیر راحت تره برای ما. در انتگرال گیری های دوگانه همواره انتگرال گیری را نسبت به متغیری انجام میدیم که انتگرال نسبت به آن متغیر منظم باشد. پس یادت نره چی گفتم؟ انتگرال گیری رو نسبت به متغیری انجام میدیم که نسبت به آن متغیر منظم باشد. با این حساب میتونیم بگیم چی بگیم آقا؟ بگیم در نمودار اولی که بهتون نشون دادم، خب هم نسبت به متغیر x هم نسبت به متغیر y دیدیم منظمه. پس تفاوتی نمیکنه که ابتدا نسبت به متغیر x انجام بشه انتگرال گیری من یا نسبت به متغیر y. پس من میتونم چی بنویسم؟ بنویسم انتگرال این تابع دوگانه، یه تابع دوگانه دو متغیر است دیگه، اینو بنویسم دا، چون نمیدونم اول نسبت به x انتگرال گیری بشه یا نسبت به y. میگم برای این شکل فرقی نمیکنه که اول دی x رو بنویسم بعد دی ایگرگ رو بنویسم یا اول دی ایگرگ رو بنویسم بعد دی x رو. پس انتگرال من دوگانه است چون تابع است از 2 متغیر. پس این دی آ یعنی چی؟ یعنی نمیدونم هنوز از x بعد اول بگیرم یا از ایگرگ اول انتگرال گیری کنم. میگم برای این شکل فرقی نمیکنه چه بنویسم دی x ضرب در دی ایگرگ چه بنویسم دی ایگرگ ضرب در دی x.
البته در چنین شرایطی بچه‌ها باز هم باید دقت کنیم و ببینیم انتگرال گیری نسبت به کدام متغیر راحت تره. یعنی درسته که فرقی نمیکنه اینه یا این باشه، ولی اینجوری نیستش که همینجور بیله‌ای بیام مثلا بازم بنویسم. بازم دقت میکنم، یه خورده مغزم رو به کار میندازم ببینم انتگرال گیری نسبت به کدام متغیرش راحت تره، اون کارو میکنم. درست شد؟ پس اینجا فرقی عملا نمیکنه. درسته که فرق نمیکنه، ولی بازم یه نگاهی میکنیم ببینیم این بهتره بنویسم یا اینو باید بنویسم اول بهتره، که تو تمرین‌ها ما با اینا کار زیاد خواهیم کرد. بچه اینا رو خواهشی که ازتون دارم خوب یاد بگیرید، خیلی مهمه. تو کلیپ بعد کارمون رو بازم ادامه میدیم.